امروز خوشبختانه در اساس گفته شنید و پیشنهادهای دو پرزیدنت دو کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی جناب عالی محترم امامی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزاییویچ میرزیویف ما امروز شاهدی همین خرسندی هستیم. یعنی از رفت آمد چقدر که شما میدونید در ادبیات فارسی تاجیک بسیار میرسه که وقتی مهر در چشم است، وقتی آدم رفت آمد میکنن مهر پیدا میکنن و دوستی پیدا میکنن، ممکن خشتباری پیدا میکنن. برای همین این فقط یک قطاره نیست، فقط یک رفتن مسافران نیست، این در آینده بسیار پیامدهای نیک دارد. از این خاطر فکر میکنم که اقدامی که دو رهبر دولت گرفتن به منفعت مردم هست و آینده خوب دارد. این اقدامی که دو رهبر دو کشور گرفتن خیلی خوب است و روانه شده است به بهتر کردن شرایط زندگی و رفت آمد مردم. این از هر جهت خوب است. من فکر میکنم که این نه اینکه در سطح قطار ما برای اتوبوس ها هم حاضر کوشش به خرج داده هستم که اتوبوس های مسافر برم همین اقدام رو ادامه بدن و در خط‌سیرهای تمام خط‌سیرهایی که وجود داشت قبلا شده شوند و این اقدام علاقه از نیست زیاد عملی شد.